مهر تایید استکبار جهانی. اتفاقا روزنامه دیلی نیوز چاپ آمریکا در تاریخ 23 آپریل 2003 در صفحه اول خودش مطلبی رو تحت عنوان فستیوال آف بلود به معنی بسیار زیبای جشنواره خون به چاپ رسونده که در اون به غمه‌زنی شیعیان کربلا پرداخته و نه تنها تمسخری در اون دیده نمیشه بلکه احترام و تحلیل واقعا قابل توجهی نسبت به این نوع عزاداری شیعیان در اون به چشم میخوره. به ترجمه بخش‌هایی از اون توجه کنید. شیعیان سرهای خود را با شمشیر می شکافند تا شهادت امام حسین علیه السلام را در کربلا سوگواری کنند. سفر برای فدا شدن. شیعیان در شهر کربلا سوگواری سالانه نوی حضرت محمد حسین را که در قرن 7 میلادی میزیسته برگزار می کنند. آنها به وسیله خون روز مقدس را گرامی می دارند. آیا ستایش کافران از خرافات موجود در بین مسلمان نمایان دلیل بر مشروع بودن آن است؟ آیا مباحث دینی محصولات صنعتی هستند که تایید کشورهای اروپایی و آمریکایی بر ارزش آن بیفزاید؟ آیا اظهار نظر دینی روزنامه‌نگاری که معتقد به وجود سه خداست و اعتقادی به نبوت پیامبران ندارد یک برگ افتخار محسوب می شود؟ آیا حمایت شیطان بزرگ از شیعیان دلیل بر حقانیت آنهاست؟ اما نظر امام شیعیان امروزی خمینی در این باره چیست؟ آن روزی که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند معلوم می شود در ما اشکالی پیدا شده است. آنها باید فحش بدهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام بدهیم. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روح الله الموسوی الخمینی.